یونس در دل نهنگ، یوسف در دل چاه، ابراهیم در دل آتش. همه پنجره امیدشان رو به یک خدا باز بود. وقتی یاد خدا مهمانی همیشگی دلهایمان باشد، اسیر باشی یا آزاد فرق نمی کند. ترسی نیست، ناامیدی نیست. کاش باور کنیم که دل سپرده خداوند باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند بگو یقینا من نزدیکم، دعای دعا کننده را زمانی که مرا بخواند اجابت میکنم. پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان آورند تا به حق و حقیقت راه یابند و به مقصد اعلا برسند.